راستی امشب مادرم را در خواب دیدم که میگفت پسرم یاد داری که در خردیت دایی میگفتی مادر جان من از شما هیچگاه جدا نمیشوم، لیکن 100 دقیقه طفلی و دامان مادر خوب بهشتی بوده است، چون به پای خود روان گشتیم و در این غریبی ها سرگردان شدیم. آوازی فارمت را چشمی گنهرمت را شادی